خب رسیدیم قسمت دوم از داستان اسماء بنت امیس رضی الله عنها. سیمای بانوی بزرگوار اسماء بنت امیس. اشاره کردیم به ایشون که ایشون همسر جعفر ابن طیار هست، جعفر ابن ابی طالب، و اینکه جزء سابقین اولین بودن و ایشون هجرت به حبشه و هجرت به مدینه شامل حالشون میشه و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به ایشون اشاره کرد که شما شامل دو فضیلت شامل حالتون میشه، هجرت به سوی نجاشی حبشه و هجرت به سوی من هست، که و این فضیلت خیری بود که گفتیم در شوخی که بین ابوبکر بین عمر و بالاخره اسماء بنت امیس بعضی که از هجرت اومده بودن، از حبشه اومدن سال هفتم هجرت، رخ داد که عمر بهش گفت که خب شما اومدید ولی ما کنار پیامبر بودیم و فلان و اینها. بعد گفت آره پیامبر به شما خیر داد، آموزش داد، گرسنه‌هاتون رو سیر کرد، جاهلانتون آگاه کرد. و عمر داشت شوخی میکرد، بعدشون گله گفت من گله رو میرم به پیامبر میرسونم دیگه. پیامبر عمر گفت نه نگران نباش، شما دو هجرت هست و فضیلت دو هجرت شامل حالتون شده و این فضیلت شامل هر کسی دیگری نمیشه. تا اینجا بودیم میگفتیم زمان جنگ موته رسید. در جنگ موته که خب جنگ با رومی ها بود، رومی ها سپاهی بزرگی رو فراهم کرده بودن برای مقابله با مسلمانان. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سپاهی رو آماده کرد، فرمانده این سپاه زید بن حارثه رو گذاشت و با توجه به اینکه احتمال اینه که در جنگ فرمانده به شهادت برسه، دو نفر دیگه جانشین گذاشت. گفت اگر زید شهید شد یا اتفاقی براش افتاد، جعفر ابن ابی طالب باید چیکار بشه؟ ایشون فرمانده بشه. اگر ایشون براش اتفاقی افتاد، کی باید فرمانده بشه؟ عبدالله ابن رواحه. اگر عبدالله هم اتفاقی افتاد، خودتون دیگه یک فرمانده برای خودتون انتخاب بکنید، امیری که پراکنده نشید. ببینیم چه اتفاقی افتاد. جعفر اومد با همسر خودش اسماء بنت امیس خداحافظی کرد و به طرف موته که در سرزمین شام بود حرکت کرد تا در راه خدا جهاد بکنه. و خب ایشون یکی از فرمانده‌هایی بود که برای اسلام میرفت و گفتیم که اسبی داشت به نام شقرا و معروف بود. و خب ایشون تمام تلاش خودش رو میکرد، دستورات پیامبر رو به سپاهیان میداد و به سپاهیان گفت نگاه کنید هوای زید رو داشته باشید. پیامبر گفته که بالاخره زید فرمانده شماست، اما اگر اتفاقی افتاد این گونه. پیامبر خب این سپاه رو دستورات رو داده بود و موارد رو گفته بود. اما ببینیم جنگ چه اتفاقی افتاد. خبر خداوند به پیامبر خودش وحی کرد، خبر داد که چه اتفاقی افتاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در منبر مسجد نبی بالا رفت و به مسلمانان خبر داد که جعفر و یارانش همه شهید شدند و برای اونها طلب بخشش کرد و چشمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم اشک‌ها سرازیر شد وقتی خبر از شهادت زید و جعفر و عبدالله ابن رواحه شد و رفت به طرف خونه جعفر. فرزندان جعفر رو صدا زد، اونها رو به خودش نزدیک کرد، اونها رو بوسید و صحنه بسیار تأثرانگیزی بود و گفت اسماء کجاست؟ و اسماء گفت بله من. گفت دخل علیه رسول الله. اسماء نقل میکنه رسول خدا به نزد ما اومد. حالا اسماء خودش روایت میکنه داستان این چجوریه. و فرزندان جعفر رو صدا زد، میگه من دیدم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرزندان جعفر رو بو میکنه و اشک از چشمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم سرازیر شده. فگفتم یا رسول الله ابلغک عن جعفر شیء، آیا تو از جعفر خبری رسیده؟ ایشون گفت نه، قتل الیوم، امروز جعفر شهید شده. خب فاصله زیادی بود و خبر داده بود. میگه ما گریه کردیم و انا لله و انا الیه راجعون گفتیم. پیامبر خدا گفت اصنعوا لآل جعفر طعاما، ای کسانی که همسایه‌هاشون هستین، فامیلاشون هستین، برای اینها غذا درست بکنید. فانه قد جاء ما یشغلهم، اینا الان در حالتی هستن در عزاداری که دیگه غافل از اینن که بخوان الان فکر نهارشون، شامشون یا غذاشون، کارهای دیگرشون باشن. شما بهشون کمک کنید. این سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. یعنی وقتی که کسی فردی رو از دست میده، خانه عزادار میشن، حالا پدری، مادری، فرزندی، همسری، این وظیفه اطرافیان هست که برای اینها غذا تهیه بکنن و برن یه تسلیتی بگن برگردن. نه اینکه مثلا کاروان‌های عزاداری را بندازند و تو هتل‌ها و تو به قول معروف تالارها یک بگیرن، سه بگیرن، مثلا میره 3-4 روز میشینند و افرادی اونجا میشینن پا به پا غذا بخورند و بالاخره برای خودشون پاتوق میکنند و از اونور 10 میگیرند و 40 میگیرند و مثلا عید میگیرند و تالارها رو کرایه میکنن که ما مردمون آبرو داره، یا اطرافیان میرن که بریم بخور که دیگه مثلا الان کسی مرده. بعدم با بین همکاران گاهی بودیم نگاه میکردن کی مرده که بریم غذاشو بخوریم. من شوخی میکردم مرده خوری. متاسفانه جامعه ما اینگونه شده. ولی رسول خدا صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ میگه اصنعوا لآل جعفر طعاما، برید براشون غذا درست کنید. و انه قد جاء ما یشغلهم، اینا در وضعیتی هستن که مشغول خودشونن، عزادارن، گرفتارن. یا حالا میبینید طرف گرفتارم هست، بعد غذا هم درست بکنه، پذیرایی هم بکنه، مثل عروسی ها تالار هم بگیره. این مصیبتیه.
در هر صورت رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه روز سوم بر اسما بنت امیس وارد شد. روز سومی که جعفر به شهادت رسیده بود گفت لا تحدی بعد یومی که عزا، از حالا به بعد دیگه عزاداری رو تمام کنید. زن عده می نشینه ولی عزا 3 روزه، یعنی عزا برای مرده 3 روزه دیگه تمام شد. و میگه گفت دیگه اشکاتو پاک بکن، به فکر فرزندان خودت باش، یتیمان خودت باش که این خانواده بالاخره تو سرپرست اینها در دنیا و آخرت هستی. پیامبر برای اونها دعا کرد و برای فرزندانش دعا کرد. خب اسما صبر کرد، صبور بود، چرا که بالاخره شاگردان رسول خدا نسل اولیه، اونا صبور نباشن که صبور باشه و بالاخره جزو صابرانی هستن که خداوند اجر و پاداش بی حساب به اونها قرار میده، چرا که اینها همون کسانی هستند که مخاطب مستقیم آیات الهی هستند، چرا کسایی که خداوند در مورد اینها میگه الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، وقتی مصیبت بهشون میرسه میگن انا لله و انا الیه راجعون، داد و فریاد نمیکنن، به سر کلهشون نمیزنن، جیغ نمیزنن، کلمات نامربوط و زشت به زبان نمیارن، اینا اهل ایمانن. اینجاست که باید فرد صبور باشه در رفتارش. اگه اینها شاگردان اولیه اینجوری نباشن دیگه وای به حال دیگران که خداوند میگه در ازایین اولئک که علیهم صلوات من ربهم و رحمه، اینها کسانی که صلوات و رحمت ها و درود ها و برکات خدا شامل حالشون میشه و میگه اولئک هم المهتدون، این کسانی که در برابر مصیبت ها تسلیم خدا میشن و میگن ما از آن الله هستیم، در ملک خدا هستیم، به سوی خدا برمیگردیم و صبر میکنن و حرفا و کلمات نازیبا نمیگن، ناشکری نمیکنن، رفتار جاهلانه از خودشون انجام نمیدن، خدا میگه اینها هدایت یافتن. یعنی اگر کسی پیدا شد در برابر مصیبت ها رفتار ناصحیح از خودش انجام داد، پس از دایره هدایت خارج شده، خشم خدا شامل حالش میشه. خدا به ما مسلمان نماهای امروز رحم بکنه که فقط از اسلام اسمی داریم و هیچ حقیقتی رو نداریم. اما نکته دیگری زیبایی در زندگی اسما بنت امیس است. خب شوهرش جعفر ابن ابی طالب شهید میشه، فرزندان یتیمی هم داره. خب ایشون بعد از اینکه عده‌اش تموم شد چیکار شد؟ با ابوبکر صدیق رضی الله عنه ازدواج کرد. پس ایشون شد همسر ابوبکر صدیق و حتی با ابوبکر صدیق در حجة الوداع همراه بود و خداوند بهشون محمد رو داد. محمد ابن ابی بکر فرزند اسما بنت امیس هست و ابوبکر خواست که اینو به مدینه برگردونه، از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اجازه خواست. پیامبر گفتش که غسل بکنه و حجش رو بالاخره حلال بکنه، تحل الحج، حج رو تمام بکنه. نگاه کنید میگه اسما حجة الوداع رو انجام داد و نزد ابوبکر موند و بالاخره طبق اون چیزی که پیامبرم گفت بود اون غسلش رو انجام داد. ابوبکر از دنیا رفت. بالاخره بعد از این 2 سال خورده که خلافت که داشت، ایشون طبق وصیتی که ابوبکر صدیق کرده بود غسل ابوبکر رو نقل میکنن که ایشون غسل ابوبکر رو انجام داده. امام ذهبی این رو نقل میکنه، میگه شارکت اسما فی تغسیل ام کلثوم و فاطمه ابنته رسول خدا صلی الله علیه و سلم، نه تنها در غسل ابوبکر که خب همسرش بود نقش داشت، بلکه میگن در غسل ام کلثوم دختر پیامبر و حضرت فاطمه هم ایشون نقش داشت. اون زمانی که همسر ابوبکر بود و خلیفه بود در این هم نقش داشت. بعد از اینکه خب بالاخره ابوبکر رو هم بالاخره از دنیا رفت و بالاخره ایشون زمانش گذشت، حضرت علی رفت با ایشون ازدواج کرد. حضرت فاطمه از دنیا رفته بود دیگه. بعد حضرت علی چیکار کرد؟ میدونید بعد از 6 ماه بعد از خلافت ابوبکر صدیق حضرت فاطمه از دنیا رفت، 6 ماه و خورده، تقریبا میشه نزدیک 2 سال بعد که اسما بنت امیس از دنیا میره. خب اسما دختر همسر جعفر طیار، پسر برادر حضرت علی بوده. بعد حضرت علی باز با اسما بنت امیس ازدواج میکنه و 2 فرزند خدا به اینا میده به نام یحیی و اون. و اسما زن نجیبی، پاک دامنی بود، از بهترین زنان و گرامیترین زنان بود و اهل خرد و رأی بود، آدم عجولی نبود، از عصبانی نمیشد، زود بخواد مثلا کاری انجام بده، هر اتفاقی میافتاد سعی میکرد با حوصله و با درایت اون رو تحت پوشش خودش قرار بده. کسی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مورد ایشون میگه ایشون و خواهرانش ان اخوات المؤمنات، اینا خواهران مؤمن هستن. چجوری خواهران مؤمن هستن؟ چرا که اسما خودش از سابقین اولین از مهاجرین هست و از انسانهای بزرگ و با نجابت هست، دارای اهل و خرد هست، دارای علم و دانش پیامبر، شاگردان رسول خدا صلی الله علیه و سلم بودن. و خب دامادهای ایشون کی بوده؟ مثلا نگاه کنید، یکی رسول خدا، یکی حمزه، یکی عباس. شما وقتی نگاه بکنید، من قبلا هم گفتم، ببین اینا همه با هم به هم متصل و وصل هستن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این شرایط ویژه رو برای اینها قرار میده
و خب رسول خدا صلی الله علیه و آله میگه نشسته بود و اسما بنت امیس نزدیک ایشون بود که پیامبر گفت یا اسما هازا جعفر، اینا نشسته بودن با هم. حالا جعفر خب شهید شده، میگه هازا جعفر من جبریل و میکائیل مره، جعفر با جبرائیل و میکائیل مثلا عبور کرد و فاخبرنی انه لقی المشرکین یوم کذا و کذا و سلم فرد علیه السلام، که بالاخره مواردی که اینجا نقل میشه. اما ببینیم بین اسما و عمر چه اتفاقی میفته. زمانی که عمر رضی الله عنه میگه هدایای خاصی رو نسبت به اسما همیشه قرار میداد برای بالاخره مهاجرین اولیه، مهاجر زنان اولیه مسلمانانی که بودن، که مثل اسما بنت امیس، اسما بنت ابیبکر و ام عبدالله ابن مسعود. و این معروف بود که اسما بنت ابیبکر تعبیر خواب خوب انجام میده. عمر رضی الله عنه میگه که وقتی خوابی پیش میومد پیش ایشون تعبیر میبردن. یکی از مواردی که نقل شده که ابوبکر عمر میبینه که خوابی که زیر ناف ایشون رو مثلا داره یک خروسی نوک میزنه، دوبار نوک زد، میشه از اسما میگه تعبیر این خواب چیه؟ میگه یک مرد غیر عرب به تو آسیب خواهد زد. که میگه زیاد نگذشت که ابو لؤلؤ مجوسی با چاقوی زهراگین خودش زیر شکم عمر رضی الله عنه رو چیکار کرد؟ پاره کرد سمت ناف و این قسمت ها رو، و تقدیر الهی این گونه خورد. اسما بنت امیس خب جزء وقتی سابقین اولین هست جزء حفاظ قرآن هست. مثل اگر شما ام المؤمنین عایشه رو بذارید کنار ام سلمه رو میبینید ایشون در همین ردیف قرار میگیره از زنان و اصحاب صحابیات بزرگواری که ازشون نقل شده و موارد متعدد در تاریخ نقل کردن راویان که ما دیگه نمیتونیم الان بخوایم همه رو بگیم، دیگه فرصت ما نمیرسه. اما بالاخره گفتیم فرزند ایشون عبدالله ابن جعفر جز اولین کسانی که به دنیا میاد در حبشه و همسر ایشون جعفر کسیه که بالاخره در راه اسلام به شهادت رسیده و موارد متعددی که ما در مورد ایشون نقل کردیم. میگن ایشون زندگی کرد بعد از حضرت علی تا سال 60 هجری عمرش ادامه داشت تا اینکه از دنیا رفت. برخی گفتن نه ایشون در سال 40 هجری از دنیا رفت و بالاخره این اندکی بود از زندگی این صحابی بزرگوار اسما بنت امیس. همین شما عزیزان رو به خدای بزرگ مهربان میسپارم با این امید که بتونیم در فرصتی دیگه قسمتی از سیرت این زندگی این بزرگواران رو بخونیم. ببینید یک درسی در این وجود داره، اون همینی که در صدر اسلام جدا از همه این خیر و برکت ها خانواده ها رها نمی شدن، خانواده ها حفظ می شدن. امروز چه اتفاقی در بین ما ها افتاده که نه دیگه فرزندان یتیم کسی اینها رو سرپرستی میکنه، نه زنان بیوه سرپرستی میشن. مشکل از اینه که نه ما اسلام رو درست فهمیدیم، نه حقیقت اسلام در ما تجلی پیدا کرده، خیلی چیزها رو نفهمیدیم. امیدواریم خداوند روح ایمانی رو در ما شکل بده و این حقیقت ایمانی رو حداقل همینقدر که میتونیم نقل کنیم برکت الله رب العالمینه. تا فرصت دیگه خدا یار و نگهدارتون.